چند روز پیش یه خبر شوکه کننده‌ای پخش شد که نشون داد در حالی که میلیون‌ها ایرانی در فقر مطلق به سر میبرند و یه روستاهایی در گوشه کنار مملکتمون هستند که به زور و ضرب آب و غذا برای خودشون گیر میارن، اما چادرهای مجلل کمیته امداد در کشورهای دیگه مشغول پخش افطاری‌های لاکچری هستند. اونم نه 10 تا 20 تا، بلکه هر شب 300,000 پرس غذای گرم همراه با دسر و نوشیدنی. پشتبندش آقا یه عده‌ای شاکی شدن که این همه گرسنه تو مملکتمون هست، بعد شما میرین توی مملکت دیگه بریز به پاش میکنین که چی بشه آخه؟ این ماجرا انقدر رسانه‌ای شد و کش داده شد که بالاخره رئیس کمیته امداد مجبور شد که عکس العمل نشون بده و بگه که ما از پولهای مردم ایران برای این کار استفاده نکردیم. خب پس با این حساب فکر کنم احتمالاً مقام عظما هر روز صبح تو بیتشون 2-3 تا تخم طلا میذاره و میبره تو بازارهای بین‌المللی میفروشه و با پولش افطاری میده. نمیدونم، شاید محسن رضایی و فیروز آبادی و اینا صبح به صبح قبل از اینکه ماها از خواب بیدار شیم میرن سر چهارراه وای میستن، میرن کارگری میکنن، ساعتی 50 تومن میگیرن و سر ماه پولاشون رو میذارن رو هم میفرستن که 300,000 پرس غذا و دسر همراه با نوشیدنی برای روزه‌دارای کشورهای دیگه تهیه بشه. البته یه احتمال دیگه هم هستا، اینجوریه که شبا که ما میخوابیم همه آخوندهای سراسر کشور رو وصل میکنن به دینام و بهشون میگن که راه برین و سخنرانی کنین و ازشون برق تولید میکنن و صادر میکنن، بعد با پولش غذاهای لاکچری میفرستن. نه اینم نمیشه. خب پس اگه پول مردم ایران نیست که داره سرازیر میشه اون طرفی، پس پول کیه؟ نکنه کمیته امداد از مردم کشورهای دیگه هم درآمد داره و ما خبر نداریم؟ اصلا بذارین این دفعه که فیلم‌های هالیوودی رو دیدیم دقت کنیم ببینیم کنار خیابون‌های آمریکا هم صندوق صدقه کمیته امداد هست یا نه. بعد من میام خدمتتون دوباره براتون تعریف میکنم.